آره. خب در مورد گفتمان گفتیم که امروز صحبت بکنیم. اول بگیم که گفتمان دوباره همون برمیگرده به مسئله‌ای که توی نشان معنا مطرح میشه. یه خلاصه بخوایم بگیم، گفتیم که دو تا نگرش در نشان شناسی به وجود اومد. یکی سوسوری بود، دال و مدلولی، فضای بسته، و در واقع بعدی هم یرمزلفی بود که یک نشان معناشناسی به وجود اومد و نظام همنشینی در کنار هم قرار گرفتن لایه لایه نشانه ها و رسیدن به یک در واقع مفهوم و هدف حالا سوم، چهارم و پنجم به بعد. همین رو در مکتب فرانسه و در مکتب پاریس گرامس و اعضای حلقه پاریس گفتیم که ادامه دادن و رسیدن به مبحث نشان معناشناختی که توی در واقع 1970 تا 1980 به وجود اومد که به این مرحله میگن مرحله گفتمانی. مرحله گفتمانی هم عبور از مرحله ساختارگراییه. خب اول هر چیزی که در واقع توی زبان برای همه اهمیت داشت در واقع این بحث ساختارهای زبانی بود و در واقع ما یک زبان جدا و مستقل داشتیم. آره، ما یک زبان مستقل و در واقع جدا از کنشگر داشتیم و گفتیم که اصلا کنش دیگه مهم نیست و چه گفتیم این میزه، چه ما باشیم چه نباشیم، مثلا متعلق به دانشگاه، متعلق به استاد یا دانشجو، فرقی نمیکنه. ولی خب مطالعه‌ای که بعدش به وجود اومد، زبان وارد کنش شد، در واقع در خدمت کنش اتفاق افتاد و سوژه مهم شد، اینکه ما چه تحلیلی بکنیم، اینکه هنرمند اثر کیه. جلسه گذشته در مورد داوینچی صحبت کردیم، مطالعه شام آخر مثال زدیم و اینکه اون مسیحه و مسیح بودنش و حواریون کنارش کلا دیگه بحث شام رو برای ما میتونه تغییر بده. این اتفاق میفته که وارد تعامل میشیم، وارد گفتگو میشیم با اثر و انگار اثر و هنرمند با ما دارن صحبت میکنن و دیگه معنایی نیستش که با یک در واقع حرکت شناختی به وجود بیاد، وارد نظام در واقع فوزیسی شده. خب این جریان از چی شد که زبان در خدمت کنش شد؟ از 1970 در دوره گفتمانی نشان شناسیه. از 1970 تا 80، بعد 1980 به بعد بهش میگن دوره گفتمانی تعاملی که در واقع دیگه کامل ما وارد نظام گفتمان میشیم و نشانه معناشناسی از نشانه سخت به نشانه نرم حرکت میکنه. تفاوتاشو گفتیم و اینکه اصلا از کجا به کجا رسید. چیزی که اینجا خیلی مهمه گفتمان هست. گفتمان در واقع اینجا می‌نویسیم از 4 رکن تشکیل شده. یکی گفته پرداز هست، یکی خود گفتمان یا در واقع میگیم همون مسیر گفتمان هست، گفته داریم و گفته یا. خب این نظام 4 تایی گوشتون زنگ میزنه. این نظام 4 تایی قد شده؟ خوب شد من اینو کامل خود. خب گفتمان در واقع نظام 4 تایی یا 4 رکنی جایگزین نظام 2 رکنی شد. در واقع مربع
حالا میتونیم بگیم جای نظام دوگانه دال و مدلولی رو گرفت. خب ما در گفتمان 4 رکن داریم. اول چند تا تعریف از گفتمان بگیم. یکیش امیل بنونیست این رو میگه، زبانشناس در واقع مطرحی که روی در سال 1966 نظریات نظام نشان معناشناسی رو شروع کرد و میگه که توی چارچوب گفتمان زبان یک فراینده که یک نفر، یک سوژه عهده‌دار تولید آن میشه. همون گفته پرداز رو داریم. خب حوزه نشان معناشناسی مسئله گفتمان رو میاد از بعد از گرامر بازشناسی میکنه و دوباره یک سری مسائلش رو میاد تعریف کنه. گفتمان کنشی و غیر زبانی میشه و در حوزه توانایی‌های نشان شناسی نمی گنجه. به خاطر همین فرایند زبانی نوعی حضور را میطلبه. خب بحث حضور مطرح میشه، بحث‌های پدیدارشناسی وارد میشن و این حضور همون گفته یا موضوع در واقع گفتمان هست. خب بعد که ما از این حضور میگذریم فاعلی باشه، اگر ما موضوعمون فاعلی باشه یک حضور مفعولی داریم، اگر موضوعمون مفعولی باشه یک حضور در واقع فاعلی داریم و در واقع میتونیم بگیم که در هر دو حالت هم یک کنشگر روند گفتمان رو برای ما شکل میده. گفته پرداز همون فاعل گفتمانه و در واقع ما اون چیزی که گفته پردازی میشه، حالا گفته یا موضوع، در بعضی از منابع گفتار هم بهش میگن یا حتی سخن هم بهش میگن، این میشه بحث مفعولی ما. سخن اصلا همون بطن گفتمانه. سخن در واقع همه اون چیزیه که گفتمان رو شکل میگیره و نحوه ارائه زبانی ما هم هست. خب خود بنونیس در واقع میگه گفتمان یعنی به کارگیری زبان به واسطه عمل استعمال فردی. این یکی از تعاریفه. خب 3 چیز تو این قضیه هست. یکی حضور فردیه که عمل زبانی اتفاق میفته. یکیش در واقع نقش کارکردی که گفتمان داره. یعنی چی؟ یعنی زبان رو به عنوان یک کارکرد ازش استفاده میکنه. و در آخر جنبه استعمال زبانیه. استعمال زبانی هم وقتی میاد یعنی اینکه چی؟ یعنی انباشته ها و حافظه های تاریخی به وجود میاد، بحث های ناخودآگاه جمعی به وجود میاد و چیزهای فرهنگی هم وارد میشه. گفتمان و فعالیت زبانی میدانیم که توسط کسی که سخن میگوید در همان لحظه‌ای که سخن میگوید انجام میپذیرد. بنابراین گفتمان فرایندی است با ویژگی تاریخی رخدادی و هیچگاه نمیتواند دوبار به یک شکل تولید شود. این هم از در واقع دوکرو هستش که یکی از نشان معناشناس‌های مکتب پاریس هست. دوباره تعریف دیگه ای از اورشیونی میاریم که میگه مجموعه پدیده‌های قابل مشاهده در واقع زبانی هستند که در هنگام عمل ویژه ارتباط و در هم ریختن عناصر شناخته شده آن بروز می‌آیند. خب خیلی از در واقع تعاریف مختلفی در مورد گفتمان هست و شاید از نظر گرامس میگه گفتمان چیزی جز مجموعه قطعیت‌های متنی نیست. در غیر این صورت به دام نوعی وجود شناسی میفتیم که معناشناسی ساختارگرای قدیمی همواره با آن مشکل داشته و نمیتواند به آن پاسخگو باشه. خب میخوای بگیری چیزی فیلمیش؟ من درست. خب گفته پردازی پس حضوریه که در حال تولید و شکل‌گیریه. عملیات گفتمان یا همین مسیر که بهش میگیم گفته پردازی
نوعی حضوریه که در حال شکل‌گیری، مدام در حال شکل‌گیریه گفتیم و قابل تکرار نیست. هر بارش که اتفاق میفته چون حضور درش هست، چون در آنه و در اکنون اتفاق میفته، قابل تکرار هم نیست. برای شناخت گفتمان خب چند تا تعریف، حالا مثال هم اینجا خوبه که بیاریم. خب گفتمان اعمالیه که نتیجه تبانی بین سه عامل من، اینجا، اکنونه. اینو جوزف کورتز میگه. و هرگاه این سه تا عامل توی گفتمان به ثبت برسن، در یک فرایند قرار بگیرن، حضور زنده گفته پرداز هم به وجود بیاد، گفتمان شکل میگیره. خب اگه این سه تا عامل جای خودشون رو به او، آنجا و زمان دیگر غیر اکنون بدن، این گفتمان متوقف میشه و نوعی انفصال به وجود میاد. مثالش چیه؟ قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید، بالا رفتیم ماس بود، قصه ما راست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. این یه مثال خیلی ساده است. تبانی گفتمانی به وجود اومد. ما بالا رفتیم، پایین اومدیم، من اینجا اکنون، و این قصه مورد نظر ترک میشه. قصه ما راست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود و جای گفته پرداز خودشون نشون میده. و این روندی که ما وقتی به انتهای قصه میرسیم دیگه مایی وجود نداره، الانمون جاشو به غیر الان به غیر اکنون میده، در واقع یک گردش یا یک انفصال گفتمانی وجود میاد. بریم جلوتر ببینیم که اینا چیه. از این روندی که در واقع از بنونیس و اینا مثال زدیم تا در واقع کورتز و بعدم خود گرامس و بعد شاگرد گرامس ژاک فونتنی، در واقع میاد با ارتباط مقایسه میکنه گفتمان. ژاک فونتنی میاد میگه که بحث چیزهای اجتماعی، روابط بین قومی و بین خانوادگی هم توی گفتمان مهمه و در واقع همه چیز در گفتمان میگه متکی بر جایگاهی است که به آن داده میشود. این جایگاه مدام در حال ساخته، مدام در یک چالش قرار میگیره، جابجا میشه، تکذیب و تایید میشه، مدام از تزلزل به تثبیت و از تثبیت به تزلزل میرسه و در گفتمان گفته پرداز و گفته یاب در پی انتقال پیام به یکدیگر نیستند، بلکه هدف اصلی آنها تبیین جایگاه خود نسبت به سخن و در نهایت تولید معناست. همون حرفی که در مورد معنا گفتیم، نشانه شناسی دنبال تولید معناست. نشانه معنا شناسی، در نشانه معنا شناسی ما معنای قطعی نداریم، خودمون میتونیم معنا و اصلا این فرایند باید به معنای جدید و به معناهای جدید برسه. در غیر این صورت بسته میشه و چارچوبی میشه باید. خب برای رسیدن به گفتمان گرامس پیشنهاد میکنه که یک مربع معنا شناسی استفاده بکنیم. جلسه گذشته توضیح کلی دادیم. مربع معنا شناسی چیه؟ میگه که در واقع ما اگر اون نظام دال و معلولی رو بخوایم بذاریم کنار، چیزی که به وجود میاد یک نشانه داریم که در یک فرایندی این نشانه نفی میشه و بعد در واقع به ضد نشانه میرسه. خب این فرایند خیلی مهمه. دوباره این ضد نشانه با یک فرایندی میتونه به نشانه برسه که بهش میگن نشانه مکمل. دوباره یک فرایندی هست. جلسه گذشته مثال زدیم. برای اینکه نشانه به ضد نشانه برسه، موضوعمون مثلا اگر فکر کنید بین مرگ و زندگی باشه، باید حتما ما یک نامرگی داشته باشیم. این نظام دیگه نظام بسته نیست نسبت به سوسو. بعدها حتی اینم گفتن که دیگه یه ذره سخته و به سمت نرم شدنش رفتن. مثالش رو زدیم.
مثلا اگر بحث زندگی و طلاق باشه تو فیلم اصغر فرهادی جدای نادر از سیمین، اون فرایند باعث میشه قبل از اینکه اصلا اینا به دادگاه بدن یا اصلا طلاق واقعی بگیرن، اون زندگی نفی شده با بحث مهاجرت، با بحث اون ارتباطی که اون مرد با پدرش داره و اینکه حسادت‌های زنانه و حالا اتفاقاتی که توی زندگی میفته، اون کش و قوس‌ها و اینکه میخواد بره این میگه نمیام، همه اینها اون نفی رو ما داریم تا به طلاق میرسه. ما اگر با نظام نشانشناسی سوسوری بخوایم اینو نگاه بکنیم نمیتونیم اینو بررسی بکنیم، این روایت رو، فرایند رو. چرا؟ چون در یک آن طلاق اتفاق نیفتاده. کنشگر مهمه، وضعیت نادر، وضعیت سیمین، هر کدوم شرایطشون، حالشون، از دیدگاه هر کدوم هم که میبینیم انگار حق با جفتشون هم هست. میدونید با همه چیزهایی که ما توی در واقع فرهنگ و شرایط اجتماعی خودمون هم حتی میتونیم ببینیم. وقتی اینا وارد میشن، بطن داستان رو، اون سخن داستان رو ما میتونیم ببینیم که با این در واقع سیر گفتمانی میتونیم بهش برسیم. خب دوباره مثال دیگه توی همون داستان، حالا ما هی میگیم داستان، همون گفتیم هر چیزی که ما میبینیم حتی نشانه تصویری هم باشه باید بیاریمش توی یک روایت دیگه. شام آخر داوینچی چه اتفاقی میفته؟ شاید بگیم، شما بگید نشانه های مهمش چی هست اگه بخوایم توی اون روایت ببینیم؟ اینکه مسیح در مرکز فاصله طرفین داره. روایتش چیه؟ منظورش چیه از این تصویر؟ آره با نشانه معناشناسی بخوایم بگیم چرا مرکزه؟ بعد مسیح اونجا کنشگریه که چی هست اونجا؟ چه نشانه مهمی پیداش هست؟ فکر می‌کنم نشانش اینه که در نهایت داره از صحبت می‌کنه که مسیح در نهایتش تنها میشه و کسی آها آره، یه چیزی میتونیم بگیم اعتماد و خیانت هست شاید. دیگه چی؟ همین اصلا محبوبیت و دوباره به انزوا رفتن یا تو جمع بودن و در جمع تنها بودن ایناست. خب با نظام در واقع با مربع معنا اگر اینو بخوایم بگیم میشه اینو شرحش داد. همینطور که داریم توصیفش میکنیم اگر مقاله‌ای نوشته باشه با این روش میبینیم که بله چه اتفاقی افتاده. مسیح اول چیه؟ اول بحث اعتماده. خب یا میگه مسیح محبوبه. در یک فرایندی که ما در تصویر همه این نشانه‌ای که شما گفتیم درسته، جلسه قبل کلی تحلیل کردیم، همه اینا رو می‌نویسیم. توی این فرایند می‌بینیم که این اعتماد نفی میشه. نفی شده اعتماد. چرا نفی شده؟ تصویر حالا نشونه‌هاش می‌بینیم. مرکز تصویر، نوع نگاهش، اینکه بقیه یه جایی فاصله دارن ازش، از پرسپکتیو دور میشن، هر چه دورتر میشیم، مدل چهره‌ها، نگاه‌ها و ترسی که یکیشون داره انگار. ببین همین نیمه باز بذار که اگه با تو ببین. خب اعتماد که در واقع نفی میشه و توی تصویر ما بهش میرسیم، تازه میرسیم به چی؟ به خیانت اولین یا در واقع تنهایی مسیح. خب پس این اعتماد و این محبوبیت مسیح، این در جمع بودن مسیح و نقطه اصلی نقاشی بودن، یه دفعه با چند تا نشانه سوسوری نمیرسه به اون تنهایی و خیانت و انزوای مسیح. خب چند تا از این گفتمان ها بگیم، گفتمان های در واقع ادبی. میگه بسیار از گفتمان ها از جمله گفتمان های ادبی تاکید دارن که زبان تحت تاثیر احساس و ادراک ما از دنیای بیرون به تولید منجر میشه. خب پس گفتار به وجود میاد. یک وجه پنهانی همیشه هست که تحت تاثیر اون به تولید زبان میپردازیم.
زبان همواره دارای نقصانی است که میتوان فقط آن را نوعی توهم ارجاعی دانست، نه ارجاع واقعی. توی اون داستان فیل مولانا همین قضیه هست به عنوان مثال که میگه عالم بیرون بر انسان تاثیر میگذاره و این تاثیر توسط انسان به زبان منتقل میشه. همین گفتمان مولانا نشون میده که دنیای بیرون یک نقصان وجودی رو هم به ما نشون میده، اون که ما هیچ وقت کامل نیستیم، همون بحثای اگزیستانسیال و اینا. پیل اندر خانه تاریک بود، عرصه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همین شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می‌بوسود. آن یکی را کف خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن بر او چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاده است، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. خب و اینجا در واقع داریم میبینیم دیگه عوامل وجودی ما نشون میده که ما هیچ وقت به یک معنای بسته و به یک معنای قطعی نمیرسیم. خب همین نقصان معناهای مختلفی که در پس یک نقصان ما گفتیم معنا هر آن میتونه لایه برداری بشه و بهش برسه. مثلا بحث روی ماشینای مثلا من ژیان و اینا می نوشتن که سربالایی، شرمنده، سرپایینی، برنده، مثلا این خودش رو نشانه معناشناسی بخوایم بکنیم انگار چه اتفاقی میفته پس این جمله ها چی هست که اگه برسم پایین جبران میکنم، از صبوری شما ممنونم. میدونید اینا پشت این جمله ها هستی که یه جوری با یک گفته طنز این نشانه معناشناسی نرمو داره میده که با همه عصبانیت که پشتش موندی عجله داریم اینا، اینم همش با لرز و وزو داره میره بالا. این جمله رو میخونی همین لبخندی میزنیم، هم یه در واقع معنایی که به ما میده یه جور عذرخواهی و در واقع صبوری و اینا هم پسش هست. خب ما از این معناها و از این در واقع چیزها زیاد میتونیم مثال بزنیم. مثلا نظام نشانه معناشناسی سخت رو با نرمی مثال بخوایم بزنیم، فکر کنید یک فقیری کنار خیابون نشسته، حالا نوشته که مثلا به من کمک کنید. معمولا رد بشیم، خب انقدر از اینا دیدیم شاید یه بار دو بار رد میشیم و میریم. ولی وقتی یک تصور کنید فقیری نشسته، حالا مثلا حالا نابینا هم هست یا هر چی، نوشته که جهان از دیدگان تو زیباست مثلا، و این نشان یه حرکتی که با لحن ادبی داره ما رو میبره به سمتی که آها پس چون این نمیتونه ببینه زیبا، و این زیبایی شناسی و این مسئله‌ای که عاطفه و حس ما رو در واقع تشدید میکنه، تحریک میکنه، این خودش در واقع پسش چیه که همون به من کمک کنیده، ولی با یک نشانه معناشناسی آشنایی زدایی؟ نه، آره دقیقاً با آشنایی زدایی. در واقع نشانه معناشناسی من دیروز یکی از کلاس‌ها داشتم میگفتم که بحث تحلیل رو داشتن اونا، اون شعر حافظ دیگه که خلاف آمده عادت میگه، آره از خلاف آمده عادت، چی بود شعر کاملش؟ از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. دقیقاً ما دنبال همچین چیزی هستیم، یعنی اون چیزی که معمول هست و اون چیزی که روزمرگیه، همش هم مثال هایی که زدیم اون روزمرگی اون روند داره میشکنه مدام. خب کمی جلوتر که میریم، حالا دو تا مسئله توی گفتمان مطرح میشه و یکی اتصال گفتمانیه، یکی انفصال گفتمانی. خب اتصال گفتمانی اینجا چیز نیست من پاک کنم، نه؟ دست نمیده بشه یه سینم رو کنم خدا جان
بعد همین یه تیکر رو پاک کنید، عکس بگیریم اینا رو بعدا. آره گرفتیم این از این؟ آره هم پایین رو بزنیم یه گوشه بمونیم. خب اینایی که ما در موردشون صحبت میکنیم و به عنوان در واقع اینا چیزن کلیدواژه های گفتمانن. اتصال، انفصال. اتصال و انفصال متناسبن با فشاره و در واقع گستره. ما توی داستان، توی تصویر، توی موسیقی، توی سینما تصور بکنید توی سینما که خیلی طبیعی که یک فیلمی با یک آرامشی شروع میشه، فضاهای وایدی رو نشون میدن، از بالا کل شهر رو نشون میدن، مردم آرام دارن میرن فلان، طلوع خورشید رو نشون میدن، جنگل سبز، این نفر در حال کاره، یک کلبه کوچیکی و یک وسعت آسمانی دیده میشه و این فضای گستره‌ایه. گستره نتیجهش باید به شناخت برسه. گستره در تصاویر بسیار واید، تصاویری که من مثلا اون تنهایی که از تابلوی در واقع فردریش مثال زدیم، سراسیمه بر فرازمه، اون تنهایی گستره هست خاطر رنگ‌های خیلی متناسبی که داره، به خاطر فضای نرمی که داره، فضای آرومی که داره. پس چرا اسمش سراسیمه داره؟ اینجوری ترجمهش کردن دیگه، منظور اون سراسیمگی نیست. حتی بعداً دیدیم که یه نفر دیگه ترجمه کرده بود که در واقع یه چیزی مثل سراسیمه، سرگردان بر فرازمه ترجمه شده بود. این بهتره. سرگردان بودن خب شاید یه ذره نشون میده که یه ذره اون آرامشه هست و شاید از این سرگردانی های این دنیا اون انزوا رو میتونیم بهش برسیم و با اون تنهایی پناه ببریم. حالا برعکس گستره فشاره رو داریم که در واقع تحریک عواطفه. همون فیلم رو که مثلا در نظر بگیرید، فیلم مثلا کلاغ‌هایی که در واقع هیچکاک داره همینطوری هم شروع میشه. اولش خیلی در واقع واید و گستره، آرامش، رفته که این حمله کلاغ‌ها و این اتفاق میفته، فضاها بسته میشه، چشم کلاغ رو نشون میده، همه چیز که روز آب، همه چیز تصویر سریع میچرخه، موسیقی پرهیجانی هست، همه دارن فرار میکنن. میدونید این دیگه یک تنش عاطفی به وجود میاد، عواطف دچار تنش میشن. خب اتصال هم در واقع همینه. اتصال گفتمانی معمولا با فشاره به وجود میاد، انفصال گفتمانی معمولا با گستره. شما یک کار هنری بخواید بکنید یا یک کاری رو تحلیل بکنید، به این مسائلش باید بپردازید که این در واقع تصویر چه اتفاقی داره به وجود میاره. همون تابلوی شام آخر یک فضای گستره‌ای داره، دنبال یک شناخت، دنبال یک معرفت، تنهایی و بحث اعتماد و خیانت و دوستی و همه اینا داره نشون میده و در واقع یک اتصال، یک انفصال گفتمانیه، ما رو جدا میکنه از خیلی از چیزهایی که تعاریفی که داشتیم از در واقع بحث تنهایی و اینکه ما شاید فکر می‌کردیم که مسیح چقدر حواریونش بهش نزدیک بودن و چه اتفاقی در اون شب براش میفته، همه این. خب گفتمان وقتی ما رو به بیرون از خودش هدایت بکنه انفصال، و وقتی به درون و به درون خود ما رو متصل بکنه اتصال به وجود میاد. خب انفصال 3 تا عامل هم داره، 3 تا عامل مهم. یکیش انفصال عاملیه همون خودش، یکی انفصال زمانی و انفصال مکانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه من به غیر من، به نه من تبدیل بشه. عاملی
زمانی و مکانی. عامل که منم، اون من، اون کنشگر. من تبدیل به غیر من میشه، زمان از اینجا به غیر اینجا تبدیل میشه و در واقع زمان از اکنون به غیر اکنون، مکان از اینجا به غیر اینجا. خب اینجاست که انفصال به وجود میاد. مثلا ببینید در جایی بخوانیم نوشته کشاورز مهربانی بود که یک روز صبح زود به مزرعه‌ای دور از خانه‌اش رفت و در آنجا حیوان بسیار عجیبی را دید. خب 3 تا عمل انفصال ما میشویم. کشاورز عامل بیرونیه. چرا؟ چون گفته پرداز داره در مورد یک کشاورزی صحبت میکنه. اون روایت خود کشاورز نیست، اول شخص نیست، سوم شخص. خب بعد میگه که به سمت یک گفته ای داره هدایت میشه و غیر من، و در نهایت میگه که آن چیزی که فاصله رو تحقق میبخشه یک عامل بیرونیه، یک چیز عجیبی بیرون دید. هیچ چیزی دیگه نه توی زمان الانه، نه توی اون محل زندگی کشاورزه و نه اصلا از زبان کشاورز داره گفته میشه. خب این غیر من، کورس میگه این غیر من که نتیجه عملیات انفصالی است برابر میشود با او، با هیم یا هر که توی انگلیسی گفته میشه. بعد حالا افعالی هم که استفاده میشه معمولا توی همچین داستانه گذشته یا چیزی که الان نیست یا اتفاق افتاده یا هم که در آینده قرار اتفاق بیفته. خب چند تا کلیدواژه دیگه هم ما در واقع داریم. وقتی فشار اتفاق میفته تکانه عاطفی به وجود میاد. عواطف وقتی تشدید میشن تکانه به وجود میاد، یه چیز درونیه، یه جورایی معادل همون شبش هم هست. تا این تکانه اتفاق نیفته در واقع نمیتونیم بگیم که ما با یک گفتمان در واقع مواجهیم. ژاک فونتنی میگه اتصال گفتمانی با گستردگی در تضاده، جایی که به مرکز اصلی گفتمان نزدیکه و فشردگی یا قبض کلامی رو در پی داره. مثلا او شهر پدریش رو ترک کرد و تا این لحظه که من با شما سخن میگویم از او هیچ خبری نیست. این یه جمله است که در واقع میتونیم بگیم که اون گستردگی رو ازش دوریم و اتصال گفتمانی دنبال فشردگیه، دنبال حرکت به درونه، به سمت مرکزه. خب بعد از اتصال و انفصال گفتمانی ما در واقع موضع‌گیری گفتمانی داریم. گفته پردازی یعنی چیزی که به کمک زبان برای خود حاضر بسازیم، چیزی رو به کمک زبان برای خودمون حاضر سازیم. و اولین عمل زبانی که حاضر سازی میشه جسمیه که این حضور رو بتونه حس کنه. شما ببینید وقتی خود ما بعضی موقع خود انسان، خود کنشگر به عنوان جسم مطرح میشه توی گفتمان، سرما باعث لرزش بدن میشه، گرما ممکنه باعث عرق کردن و قرمز شدن صورت و همه اینها ممکنه بشه و به این میگن جسمار. جسمار یعنی چی؟ شکلیه که عامل گفتمانی به خودش میگیره. خب عامل گفتمانی هر کدوم از ما با اون تابلوی جیغ که مواجه میشیم اگر باهاش کامل در واقع همزاد پنداری بکنیم تبدیل به یک جسمار یا جسمانه میشیم. خود در واقع ادوارد مونک با اون تابلو که خودش نشون داد داره اونجا جسمار شدن خودشو که درگیر یک فشار عاطفی شده، یک تکانه درونی اتفاق افتاده و با اون جیغ و با اون رنگ‌های شدید داره در واقع جسمار شدن خودش. این جسمار قادر به احساس است و این اولین شکلیه که عامل گفتمانی به خود میگیره.
خب بحث دیگه هم که داریم، یکی مرجعیت گفتمانه، یکی هم افقهای گفتمان. مرجعیت همون جاییه که عامل گفتمانی یا همون کنشگر هست. مثلا توی همون تابلوی جیغ مرجعیت با خود سوژه است، داخل تابلو وجود داره. جسمار درون تابلوه. خب ولی افقهای گفتمان خب اینا رو برداریم کنیم. افقهای گفتمان وقتیه که ما از اون مرجعیت و اون در واقع جسمار یا کنشگر دور هستیم. پس چه عاملی باعث شدش که کنشگر تبدیل به جسمار بشه؟ تکانه عاطفی. درسته؟ اولین واکنش انسان به اتفاقات احساسی که وجود داره باعث جسمار شدنش بشه. خب یه طرحواره دوباره داریم که ژاک فونتنی این رو مطرح کرد و خیلی مهمه برای تحلیل ها. سوالی بفهم. الان اینجا داریم میگیم که دلیل مثلا مرجعیت های افقهای گفتمانی اون تکانه عاطفی دیگه، فشار است. آره. خب خیلی وقتا مثلا به جسمار بگم بگیم میتونه مثلا دلیل عاطفی نداشته باشه، دلیل فیزیولوژیکی داشته باشه، مثلا هم سرمایه که مثلا خب احساس دیگه، احساس نیست؟ احساس سرما. ما میگیم احساسات یا عواطف. احساسات حواس پنجگانه، عواطف چیزهای درونی. خب ما بعضی موقع همیشه که با سرما دچار سردی نمیشه، اون یک بحث دیگه است. ولی ممکنه یک تابلویی رو ببینیم که فضای سردی داره. اون فشار و اون تکانه عاطفی سرما رو به ما القا میکنه. بارها شده مثلا همین زمستان هست شجریان من خودم وقتی گوش میدم سردم میشه. این اتفاق میفته. میدونید این یک در واقع اتفاقیه که ما رو تبدیل به جسمار میکنه تحت تاثیر یک اثری قرار گرفتن. خب بر اساس نظریه ژاک فونتنی یک مربعی داریم دوباره که دیگه نمیشه بهش مربع گفت، همون طرحواره تنشی معنا. اون چیزی که گرامس میگفت طرحواره کنشی بود، مربع کنشی. چه چیزی توی اون خالی بود؟ عواطف و احساسات. با اینکه حال انسانی رو مطالعه می‌کردیم، با اینکه پدیدارشناسی توش بود، با اینکه فرآیندی بود، باز هم روایت بود، ولی عواطف و احساسات اونطوری که ژاک فونتنی بهش اشاره میکنه توی اون وجود نداشت. خب این طرحواره چجوریه؟ یه محور X داریم، یه محور Y دوباره. بعد بالا در واقع فشاره، پایین گستره. خب چه اتفاقاتی ممکنه در مواجهه ما با یک اثر هنری بیفته؟ اولا ممکنه طرحواره ما افت یا تنزل تنش داشته باشه. مثلا مثالی که خود دکتر شهری هم آورده در مورد همین موسیقی سنتی خودمونه که ما وقتی آواز و تصنیف پشت سر هم میان، وقتی تصنیف باعث ایجاد یک شروع حالی میشه یا یک قطعه ضربی که باعث یک هیجانی میشه، بعدش یک تکنوازی، یک آوازی میاد که اون تنش رو یکم بیاره پایین.
چون ما باید یک تعادلی توی کنسرت ها و اینا در واقع برقرار بکنیم. پس این اتفاق چیزیه که روند از تصنیف به آواز برای ما وجود میاره. یا یه شعری گذشته از در واقع سهراب سپهری، میگه در سرای ما زمزمه ای، در کوچه ما آوازی نیست. شب گلدان پنجره ما را ربوده است، پرده ما در وحشت نوسان خشکیده است. اینجا ای همه لبها لبخندی ابهام جهان را پهنا میدهد. خب وقتی این در واقع شعر رو میخونیم، ای همه کودکی ها بچه سبزه‌ای ندویدیم که شبنم اندوهی بر ما نفشان، غبار آلوده راهی از فسانه به خورشیدیم. توی 8 کتاب اینجا با افت فشارهای عاطفی دست و پنجه نرم میکنیم. چیه؟ میگه آوازی نیست، خشکیده است، همه جا مرده است، ربوده است، بلعیده است. این کلمه ها همش هست. گلدان پنجره ما، پرتو فانوس ما، ستون مهتابی ما، همه این درونه هایی که هستن اینا همه یا سوختن، از رونق افتادن. ولی چیا داریم؟ گستره معنا، گستره های کمی رو داریم همچنان. راهی از افسانه به خورشید، میگه چیه؟ سبزه‌ای ندویدیم، این دویدن. طرحواره تنشی عاطفی کم ولی گستره و کمی زیاده. در واقع اینجا هم من یادم بگم فشاره کیفیه، گستره کمیه. وقتی این اتفاق میفته شعر سهراب، فشاره چیا بود؟ عوامل ترومی و اینا عوامل طبیعی و ایرونی. حالا میتونستیم به جای شعر سهراب چی رو بگیم؟ آواز. اینجا بگیم که تصنیف. اینجا بگیم که آواز. ما طرحواره فرآیند افزایش یا اوج فشار عاطفی هم داریم. یعنی چی؟ همه عناصر و نشانه ها طوری حرکت میکنن که باعث فشار، باعث استرس، باعث ترس، باعث ناآرامی، باعث تکانه عاطفی، تنش، باعث اینا بشن. توی سینما مثالش رو زدیم، همون اتفاقی که گفتیم از یک فضای بازی رفته فضاها دارن محدود و بسته و ترسناک میشن، یک فشاری عاطفی به وجود میاد. توی مسابقه فوتبال هم همینطوره. فوتبال هم یک چیز نشانه معناشناسیه دیگه، چون حضور درش هست. حتی حضور تماشاگران هم میتونه توی اون بازی تاثیر بذاره. چه اتفاقی میفته توی فوتبال؟ اول آروم آروم پاسکاری میکنن، سعی میکنن فضا رو کنترل کنن. 45 دقیقه اول، بعد به سمت 60 میره، یه ذره تهاجمی‌تر تیم‌ها. حالا اگه تیمی عقب بیفته دیگه کامل، تا دیگه آخر دیگه میبینیم فقط دیگه به سمت فشار شدن و حفظ نتیجه یا زدن گل برتری و اینا میرسن. و این فشاره از یک گستره به فشاره میره. فوتبال اگه بخوایم دوباره توی شعر سهراب، تو همون شعرش که در واقع زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی یافتن سکه در شاهی در جوی خیابان است. خب همونطور که میبینیم زندگی چیزی نیست. یعنی چی؟ داریم گستره کمی رو میاریم پایین. آنچه اهمیت داره جلوه های عاطفی زندگیه. نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان. زندگی چیه؟ بود درخت است به چشم حشره. اینا همشون در واقع اگر حالا اینجا بخوایم مطرح بکنیم، فشار بالاست، زندگی عوامل زندگی بخشی که ملموسن برای ما بیشتر کیفی هن تا کمی، و ولی خب گستره کم چیزی نیست جز
اصلا کمیت رو آوردیم پایین، از کمیت خارجش کردیم و اینجا وقتی این اتفاق افتاد میگیم زندگی. اینجا هم حالا مثلا کمیته زندگی. ببینید حالا اگر این اتفاق بیفته ما با افزایش فشاره طرفیم. خب ما در واقع همسو هم داریم که هم قدرت فشاره و هم گستره هر دو برن بالا. مثالش هم که خودش مهمترین مثالش آیین‌های عاشوراییه. توی عاشورا در واقع یه جوریه که هم گستره هست هم فشاره هست، هم یعنی باید اینجوری باشه، حالا شاید هم نیست، ولی معمولا تو عزاداری هایی که یک پایه با اساسی دارن هم به قولی میگن شور و شعور حسینی دنبال اون فشاره و گستره هستن، دنبال اینه که هم معرفت داده بشه، هم در واقع یک بحثی بیاد که بگیم جفت اینا دارن پیشرفت میکنن و حالا که این اتفاق میفته، مثلا مثالش عاشورا، هم گستره و هم در واقع فشاره در حال پیشرفتن. دوباره از سهراب بگیم در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا میشنویم، پرده را برداریم، بگذاریم که احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ زیر هر بوتی که میخواهد بیتوته کند، بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفش‌ها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد، بگذاریم که تنهایی آواز بخواند، چیز بنویسد به خیابان برود. خب هر چقدر وسعت گستره ها اینجا اضافه میشه فشار عاطفی هم بالا میاد. هر چقدر از چیزهای کمی میگیم در کنارش به چیزهای زندگی و احساس بهتر داشتن و بلوغ با آواز. ببینید زیر هر بوته تعداد بوته ها، کمیت آواز خواندن و گستره‌ای که اونجا بلوغ بیتوته کردن در واقع خودش میره توی فشاره. تنهایی و به خیابان رفتن، یک کیفیت و یک کمیت، اینا در کنار هم احساس بهتر به ما میدن، یا در کنار هم باعث افزایش ما فشاره میشن. ما کاهش همزمان فشاره هم داریم، فشاره و گستره، و دوباره مثل خیلی از وقایع سیاسی، مثلا خود اینا یک کسی یک مسئولی، یک کسی یک مصاحبه‌ای میکنه که حالا بگذاریم که معمولا مصاحبهات طوریه که گستره رو میاره پایین، عصبانی میکنه، همه فشار ها میاد بالا، ولی معمولا فکر کنید که یک کسی که همین دوستمون که 6 کلاس سواد نداره مثلا یه صحبتی میکنه که نه گستره داره نه فشاره، اصلا به خدا نه چیزی ازش یاد میشه گرفت، نه اصلا احساسی میشه بهش داد. خب قطعا این اینجاست دیگه. حالا مثلا خب این هم مثالش شد چیه؟ مثلا سیاست، یا یک اتفاق سیاسی میفته که خیلی برای دنیا مهم نیست، نه خبری بهش میپردازه، نه جوشش و مردم رو داره. حالا همین وقایع سیاسی رو با اون 3 مدل دیگه هم میتونیم بگیم. بعضی وقایع هستن که هم باعث افزایش در واقع آگاهی و معرفت و اون گستره کمی میشن و هم جوش و خروش ملت و در واقع همه اینا میتونیم مثالای زیادی هم توی همین سالهای اخیر پیدا بکنیم. از شعر دوباره سهراب بگیم، از همون شعر در واقع پشت سر نیست فضایی زنده، پشت سر مرغ نمیخواند، پشت سر باد نمیآید، پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است. ببینید این فضا در واقع همه چیز رو داره میبنده، نه دیگه از احساس خبری هست، نه دیگه از عاطفه خبریه، و نه اینکه اصلا در جهان طبیعی داره اتفاق میفته. همه چی میگه همه فلفل خاک نشسته، پشت سر خستگی تاریخ است، پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سرد سکون میریزد. خب این نشون میده که ما نه دیگه اینجا با اون افزایش تنش درونی همراهیم و حتی دیگه توی چیزای مادی و کمی هم خبری نیست.
این در واقع حالا 2-3 تا مقاله من براتون فرستادم توی گروهتون که با روش در واقع مربع تنشی یا طرحواره تنشی آقای دکتر شریعی چند تا مقاله نوشتن و شما هم میتونید هر اثر رو با این طرحواره شروع کنید به تحلیل کردنش. باز دستمون بازه توی توصیف، توی صحبت از روایتش و مقایسه کردن‌های مدام، ولی از این اتفاقاتی که اینجا هست و این کلید واژه‌ها و همین اینها هم میشه استفاده کرد. خب دیگه ببینیم چیزی جا نمونده باشه از این بحث. خب گفتیم که بنونیس میگه که گفتم پردازی به کارگیری زبان از رهگذر کارکرد فردی یا استعمال شخصیه. خب 3 تا عنصر مهم زبان، کارکرد فردی و استعمال رو در موردشون صحبت کردیم. یه نگاهی هم انداختیم به اون ناخودآگاه جمعی و بحث قراردادها و اجتماع و همه اینها. وقتی میایم جلوتر چیزی که باید بهش بپردازیم گفتمانه هست. گفته پرداز در هنگام تولید فردی گفتمان در واقع با روش‌های اشکال زبانی رو فرا میخوانه، بالقوه میسازه و مجددا آنها رو به کار میگیره. پذیرش گونه‌های موجود در آرشیو زبان، رد کردن، برهم ریختن، دگرگونی و خلق گونه‌های کاملا متفاوت و جدید رو گفتمان، همون که گفتیم خلاف آمد عادت. وقتی یک اتفاق باعث آشنایی زدایی حتی تو خود زبان هم بشه و طرحی نو در اندازیم به قولی، این یک گفتمانه هست. گفتمانه. خب گفتمانه از ساختار تنشی اگه بخوایم بررسی کنیم، خلق گونه‌ای متفاوت در بسیاری از موارد و در بسیاری از گفتمان‌ها، متحیر ساختن، ایجاد تکان، درخشش، گیرایی غیر منتظره و تولید گونه‌ای منحصر به فرد که بافت‌های موجود و شناخته شده را می‌شکند و از آنها فاصله می‌گیرد. به نوعی هنجارگریزی است. خب این عناصر در ساختار تنشی میگه به طور قدرتمند و گیرا ظاهر میشن و در واقع بهش میگن حالا فشاره گفتمانه‌ای. ولی ما در گفتمانه ادبی که گونه‌های آشنا و از قبل شناخته شده رو هم داریم و به اونها میپردازیم، در واقع انحصار گفتمانه‌ایه که دوباره گستره‌های گفتمانه‌ای میگن و جفت اینا در مقابل هم قرار میگیرن. خب گفتمان، زبان، استعمال زبانی و گونه‌های رایج. گفتمان زبان، امتناع از استعمال. گونه‌های زبانی منحصر به فرد. حرکت از گفتمان به گفتمانه در واقع حرکت از گستره هست به فشاره. ما در مورد حس‌ها که صحبت می‌کنیم، این حس‌ها فقط در واقع اون حواس پنجگانه با اون چیزایی که میشناسیم نیستن. گفتیم یک دیدن میتونه با یک شعری به وجود بیاد. اون پشت هیچ حسانی که داره تصویر میکنن سهراب، ما انگار اونجا رو میبینیم. اینا چیزایی که خیلی مهمه توی بحث‌های ما. ولی خب بحث بعد عاطفی گفتمان هست که خیلی مهمه و یک واژگان عاطفی همیشه ما داریم توی گفتمان‌ها و یه جوری جریانیه که سوداها رو از نظر اخلاقی و فرهنگی به ارزیابی و قضاوت میکشونه. دوباره شعری از سهراب بیاریم، از تنهایی صحبت کرده. معمولا تنها بار عاطفی منفی داره و انسان تنها به خاطر تنهایی خودش باعث ترحم اطرافیان میشه. اما وقتی این تنهایی وارد یک گفتمان میشه، شرایطیه که بار معناییش رو عوض میکنه. یعنی توی یک فرهنگ متفاوت و با یک نظام همنشینی متفاوت، تنهایی عنصر مثبتی میشه. همه نگرانی شبشگر توی این روایت، توی این گفتمان اینه که نکنه اون تنهایی رو از دست بده.
آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. دوباره این یه قیاسیه با همون بحث از تنهایی که داشتیم. پس توی نظام یک واژگان و کنار هم قرار گرفتن واژگان میتونه یک گونه عاطفی ایجاد بکنه و حتی گونه‌ای که ما معمولاً عادت کردیم بهش، اون نظام از پیش رو آشنایی زدایی بکنه و چیز جدیدی بده. و این حساسیت، ارزشمندی بالا، یک گونه عاطفی دیگه هم توی این میسازه، ترس از دست دادن، تنهایی. و عواطف در واقع میتونن باعث تولید و تکثیر عواطف دیگه بشن، یکدیگر رو خنثی بکنن و همدیگر رو حمایت بکنن. عناصر دخیل در فرآیند عاطفی مثلا یکی از چیزها باوره. در داستان چوپان دروغگو گفتیم که اونجایی که همش فریاد میزنه که گرگ بیاید فلان و اینا، تا اینا که میان فراخوانی جابجایی کشاورزان از محلشون به دنبال در واقع اون چوپان، و این اوج تا نزول قابل شناساییه و اینجا دیگه هیجان با تکرار و با دروغ هیجان افت میکنه. شبشگران که اهالی روستا هستن در واقع قبل از اون که به کنشگران فعال تبدیل بشن توی رابطه عاطفی قرار میگیرن، احساس سوء استفاده شدن، احساس دروغ شنیدن دارن و شبش عاطفی جای کنش رو میگیره. یعنی اگر واقعی بود این جریان، اون کنشگر میشدن، میرفتن و چوپان رو نجات میدادن، ولی وقتی وارد اون جا میشن میبینن که دروغ بوده و چوپان داره هر میخنده، این بعد روی باورشون هم تاثیر میذاره، دیگه حرفش رو گوش نمیکنن و شبشگران دیگه کنشگران منفعلی میشن. افعال مؤثر، خواستن، بایستن، دانستن و باور داشتن خیلی مهمه توی در واقع نظام نشان معنی شناسی. من میخواهم بروم، این خواستن، من میخواهم بروم با من میروم فرق میکنه. این خواستن فعل رو تحت تاثیر قرار میده، خاطر همین بهش میگن فعل مؤثر. مثلا به گمان من او امکان آمدن به اینجا را ندارد. ما دو فعل دانستن یعنی به گمان من و توانستن با اون امکان رو داریم و یک فضای عاطفی وجود داره. خودتون ببینید، دوست دارم شنا کنم اما شنا کردن بلد نیستم. چقدر دوست دارم شنا کنم اما اصلا شنا کردن بلد نیستم. تفاوت واژه‌ها و اینکه هر کدوم میتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه، ما عیناً اینا رو توی نشان شناسی تصویری هم داریم. یک رنگ میتونه چه تأثیری، یک نورپردازی میتونه چه تأثیری بده. آره دقیقاً، اون توانستن و بایستن رو ما میتونیم با رنگ، با نور، با رد قلم، با کادربندی نشون بدیم. خب یکم که جلوتر میریم دوباره رنج یک نفر گفتیم میتونه سبب رنج و عذاب دیگری بشه و شادی یک نفر ممکن سبب شادی. برای روشن شدنش ببینید یک مثال بزنیم. یک فضای عاطفی میخوایم بسازیم، افعال مؤثر هست و فشاری بالا. اون شعر شاملو، خدایا سواران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادثه اخطار میشود. این بایستن و دانستن تعامل چالشی با هم دارن اینجا. تأسف، نباید این اتفاق بیفته، نباید، خدا داره یک التماسی به خدا میکنه. چرا؟ چون به یک حادثه آگاهه. سواران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادثه اخطار میشود. یا بر زمینه سربی صبح سوار خاموش ایستاده است و یال بلند اسبش در باد پریشان میشود. اینجا هم دوباره نبایستن و نتوانستن در تعامل قرار میگیره. کناره پرچین سوخته دختر خاموش ایستاده و دامن نازکش در باد تکان میخورد. خدایا دختران نباید خاموش بمانند هنگامی که مردان نومید و خسته و پیر میشوند. این هم دوباره از ادامه همون شعر شاملوه. و این باید و نباید، توانستن و نتوانستن، دوباره یک چالشی که اینجا ما داریم. بعد این چالش افعال مؤثر رو دوباره جای دیگه من از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم.
حرفی از جنس زمان نشنیدم. شعر سهراب. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. کسی از دیدن یک باغچه مغصوب نشد. هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. این خود این شعر که اصلا نشون از اینه که همه لوگوسی شدن و دیگه اون جهان فوزیسی جاشو از دست داده تو این دنیا میاد. ولی دوباره اینجا ببینید افعال مؤثر رو ما داریم و بالاترین میزان خواستنه که میگه من اون واژه بازترین پنجره، از پنجره باز صحبت نمیکنه، از بازترین پنجره صحبت میکنه که میگه عزم و اراده برای اینکه ما میخوایم با شبشگرها ارتباط بگیریم ولی خواستم این اتفاق بیفته ولی کسی جدی نگرفت. یا دوباره خواستن، دوباره باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیرهن تنهایی من جا دارد بردارم به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست. دوباره میبینیم که این اتفاق داره میفته و این خواستن و رفتن و توانستن و میگم اینا هر کدومشون توی در واقع تعاریف و توصیفایی که ما از روند عاطفی، روند روایی هر اثری میتونیم داشته باشیم خودشون نشون میده. یک بحثی هم از در واقع طرحواره فرایند عاطفی هست که بگیم. اینو ژاک فونتنی میگه. اینم بد نیست به عنوان حالا چیزی که وارد این کلاسمون در این جلسه باشه یاد بگیریم. خب طرحواره فرایند عاطفی ژاک فونتنی چند مرحله داره. خب اولین مرحله تحریک عاطفیه. تحریک عاطفی اولین مرحله فرآیند عاطفی گفتمانه که شبشگر دچار حس خاصی میشه. یک حضور عاطفی از نظر گستره‌ای یا فشاری در او شکل میگیره و یک اون سور اسرافیل که میگن یه آهنگ حرکته، یه چیزیه که اون حیرت پدیدارشناسی گفتیم بهش که توی پدیدارشناسی میگن باید یک چیزی شما رو مجذوب بکنه، یک موضوعی باید شما رو بطلبه که شما بتونید برید سمتش و این شبشگر رو حالتش رو عوض میکنه. اگه جایی داره حرکت میکنه یهو میسته، اگه ایستاده یهو تصمیم میگیره بره و این مرحله تحریک عاطفیه و این یه جوری که توی شعر گلستانی سهراب شبشگر اون بیداری عاطفی رو داره نشون میده. لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب، من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. احساس سبز بودن و هوشیاری تن همون در واقع مرحله تحریک عاطفی که باعث بیداری عاطفی میشه. همون اتفاقی که گفتیم برای در واقع پروست هم افتاد. بعدی مرحله آمادگی عاطفی. خب شبشگر با هویت فعلی مؤثر ظاهر میشه و در واقع توی این مرحله مشخصه عاطفی براش کشف میشه. به این مرحله توانش عاطفی هم میگن و شبشگر اینجا آماده است که یک هویت عاطفی کسب بکنه. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه، چه کسی پشت درختان است. این نگرانی شبشگر که با چی قرار مواجه بشه و آماده، همیشه نگرانی باعث یک آمادگی میشه دیگه و آماده ویژگی عاطفی میکنه و اینکه چه کسی پشت درختانه یک کاوش ذهنیه که میخواد ببینه واقعا تردیدش درسته یا نه و آماده میشه برای هویت عاطفی. مرحله بعدی حالا هویت عاطفیه که این مرحله دیگه مرحله شبش هست. مهمترین مرحله فرآیند عاطفی هم هست از نظر فونتنی
که محور اصلی اینجا خودش رو نشون میده. اون جایگاه عاملی که گفتیم کنشگر جایگاه مرکزی پیدا میکنه، تغییر رخ میده و شبشگر هویت عاطفی خاصی رو نشون میده. تمام تخیلات، تصورات، پندارها و پرسش‌های شبشگر پاسخ قطعی میگیره و شبشگر با هویت مشخصی که میتونیم حالا اسم هم روی اون بذاریم، پس از بیداری و توانش عاطفی، تغییر و تثبیت شبش رو اینجا داریم. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آیتا شقایق هست، زندگی باید کرد. اینجا به هویت تثبیت شده، همون امید به زندگی رسیدیم. مرحله بعدی مرحله هیجان عاطفیه. اینجا نتیجه تغییر وضعیت و هویت عاطفی هیجاناتیه که معمولا بروزهای فیزیکی هم داره و همون فعالیت جسمانی گفتیم که یک بیان احساس توسط کنشگر یا تحلیلگر یا تفسیرگر. فعالیت جسمانی مثل لرزیدن، تکان خوردن، از جا پریدن، بیقرار شدن، انقباض و انبساط بدنی، تغییر رنگ پوست، مورمور شدن، دچار چندش شدن، ضعف جسمی، قدرت جسمی. اینا رو ما بارها با آثار هنری مختلف که رفتار در واقع مواجه شدیم بارها رو تجربه کردیم. جسم شبشگر بر حسب شبش عاطفی که به وجود اومده اون تحمل یا عدم تحملش رو توی این مرحله نشون میده. همون شبشگر عاطفی که توی شعر سهراب داشتیم، در دل من چیزیست مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. این اقدام فیزیکی و عملیه. مرحله آخر مرحله ارزیابی عاطفیه. آخرین مرحله است و نوعی ارزیابی و قضاوته که هر کدوم از این مراحل رو ما باید اینجا بررسی بکنیم. مثلا دست و دل بازی در مرحله اصلی که معمولا یه نفر از روی دست و دل بازی باعث خوشحالی دیگران هم میشه، یا توی اون مرحله که اضطراب میاد توی مرحله عاطفی، اینا هر کدومش رو که باعث عدم کنترل یا کنترل فردی میشه رو باید ما توی هر مرحله بسنجیم. و چه کسی پشت درختان است؟ هیچ، میشود گاوی در. بعد اینا که حالا دوباره گفتمانا نشون میده که نگرانی گفته پرداز تردیدشه، بعد صدای میاد، بعد میبینه که اتفاقی نیفتاده، بعد اون بیتابیشو نشون میده و بعد بدوم تا در واقع سر کوه. همین فرآیند عاطفی یک حرکت شبشگر، آهنگ حرکت داریم. شبش در ابتدای مرحله فرآیند عاطفی همون بیداری، وضعیت ساکنی داشته و گیوه ها را کندم، نشستم، پاها در آب، و در پایان دوباره میبینیم که قوه شبشگر فعال میشه. دورها آوایی است که مرا میخواند. اگر بخوایم اینو با این روش ها بگیم، یک گفتمان غیر شعری هم بگیم و به عنوان مثال ببینید اون باشبیرویی که مأمور دولت آبادی داره میگه جاسم به عبید، بذار ببینم اینجاست، جاسم به عبید و بعد به جاماس برگشت، نگرانی و اضطراب روی چشمان و لب‌هایشان پرسه زد. یعنی ممکن بود، میشد که چنین خیالی در مغز خود داشته باشند. جاسم به دریا نگاه کرد. پرنده سیاه و غریبی روی سر دریا پرواز میکرد و غوغ میکشید و از دریا بوی خوف میآمد. نه نمیتوانست با آنها به دریا برود. عبید و جاماس در این لحظه در نظرش هولناک شده بودند. رو گرداند، رختهایش را برداشت، پشت کرد و به بیراهه زد و فکر کرد باید خودش به بندر برود، باید ناخدا زبیر را ببیند، باید به ولایتش برگردد. همین حالا هم دلش میخواست به آن فکر کند. ببین این یک روند همه چیزایی که گفتیم اتفاق افتاد. یک بیداری بود اول، بعد آمادگیشو چیز کرد، بعد متوجه شد که شرایطش چیه، مشابهش و هویتش رو فهمید، بعد هیجان و بیتابی بهش دست داد. حالا هم دلش میخواست به آن فکر کند و در نهایت دنبال ارزیابی عاطفی بود.
اینا به عنوان در واقع نمونه های ادبی هم بیشتر، ولی میگم ما انواع این رو میتونیم همه جا، اون فشاره و گستره رو ما توی موسیقی هم داریم، توی سینما داریم، توی تصویر در واقع توی مجسمه هم داریم و خیلی جاها این گستره و پرتاب ما به بیرون حتی توی نقاشی انتزاعی هم خودش نشون میده. توی آثار انتزاعی ما معمولاً حرکت درونی نداریم، ما بیرون از اونجا پرتاب میشیم، انقدر اون نشانه ها به هیچی نمیرسن و مدام تولید معنا میکنن که چیزهای جدیدی به وجود میاد و همش ما دنبال معنا میریم و این باعث افزایش گسترده، باعث انفصال میشه. همیشه هم دنبال معنا نمیشه بود، انقدر باید سر کله بزنیم، انقدر باید تفسیر کنیم، توصیف کنیم طبق این طرحواره، طبق طرحواره های دیگه، این فرایند عاطفی گفتمان و همه چیزهایی که هست، هر کدومش در جایی و این آمادگی ذهنی ما رو میخواد. تجربه زیستمون دوباره باید به کارمون بیاد و اینکه مدام مقایسه بکنیم. مثلا خود آقای دکتر نامور مطلق همیشه میگفتش که همه تحقیقات ما تطبیقیه، امکان نداره که تحقیقی، یک مقاله، یک یادداشتی پیدا کنیم که تطبیقی نباشه. واقعا همینجوریه، همیشه ما در حال تطبیقیم، همیشه داریم یک چیزی رو با چیز دیگه ای میسنجیم. اصلا نوع نگاه ما همینه. ما توی مثلا ژیل دروز هم در مورد اینا خیلی صحبت کرده. ما قابهای دیداری داریم، قاب وسواسی داریم، قاب اضطرابی داریم و هر کدوم اینها قاب آرام داریم و هر انسانی با یک قابی ممکنه خیلی توی ارتباطات ما هم کمک میکنه. هر کسی با یک قابی شاید ما رو میبینه، جهان رو میبینه و با دونستن اینا ما میتونیم به یک دنیای جدیدی برسیم. این قاب ها و این نوع دیدن هاست که توی جاهای مختلف باعث میشه که ما توی در واقع تحلیل همون بتونیم از این استفاده بکنیم. خیلی بازه، در این حال بسته هم هست، یعنی ما خیلی دستمون بازه، خیلی جای جلون دادن داریم، ولی خب ببینیم به هر حال یه چارچوب‌هایی هم هست، طرحواره‌هایی وجود داره، نمونه هاش هم هستی که توی گروهتون، توی مقاله‌هایی که از دکتر شعیری و حالا کسایی که توی این زمینه کار کردن هر چقدر که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی جاها روشمند هم هست، علمی پژوهشی چاپ شده و میشه اونا رو الگو قرار داد و تحقیقات دیگه‌ای هم به اینا اضافه کرد که این مبحث بیشتر جا بیفته. خب سوالی اگه نیست دیگه میتونیم یه بحثی هم موند که انشالله هفته آینده جمع‌بندی میکنیم و چند تا نمونه و دیگه پایان کار رو انشالله. سوال خارج از کلاس دارم. خواهش میکنم. آره 3 تا الگوی دیگه مونده از جدا